از آشوقی تا نامزدی، عالی انصاری با عصام فرزان و افشای رازهای بزرگ عالی انصاری در شهر لندن و سفر عالی انصاری به کشور کانادا و دیدار با عشق و معشوقش عصام فرزان. آیا به واقعیت عالی انصاری با عصام فرزان نامزد شده است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نام آشنا در هنر موسیقی افغانستان است. عالیه از سن کودکی علاقه فراوان به سرودن آهنگ داشت. وی در طفولیت افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد. در کشور جرمنی عالی انصاری با یک مرد افغان که در شهر لندن زندگی میکرد ازدواج کرد و به همین دلیل عالی انصاری نمیتوانست آهنگهای بسرایت و به شوق و علاقه طفولیت خود برسد. عالی انصاری بعد از سپری کردن مدت 5 سال با همسرش و دارای 2 فرزند می باشد از همسر اولش جدا شده است و بعد از جدا شدن از همسرش به کارهای هنری خود ادامه داده است. اکنون عالی انصاری دوباره در کشور آلمان رفته است، ولی سفرهای بیشماری به کشور امریکا و کانادا داشته است. عالی انصاری در کشور کانادا آهنگهای دوگانه زیادی با عصام فرزان سروده است و رفتار جالب عالی انصاری با عصام فرزان همیشه مورد نقد و نظر علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است و این روزها بگو مگوهای در صفحات مجازی درس کرده است که عالیه با عصام نامزد شده است و قرار است محفل نامزدیشان را در شهر کانادا برگزار کند. ولی حقیقت این ماجرا تا کنون از طرف عالی انصاری و عصام فرزان تایید نشده است، ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان عالی انصاری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.